پشت بلندگو رو به جماعت گفت که میخوام کسی رو بهتون معرفی بکنم که قبلا دزد و دروغگو بوده، فاسد بوده، هر کثافت کاری که فکرش بکنین کرده، ولی الان هدایت شده، اما چی رو گذاشته کنار. بعد گفت بیا فلونی میکروفون رو بگیر خودت تعریف کن که چه جوری توبه کردی. طرفم اومد گفت من یه عمر دزدی میکردم، معصیت میکردم، خدا آبرومو نبرد، یه هفته از توبه کردم. این مرده که الان آبرو واسم نداشته. حواست به نتیجه استراتژیکی حرفات باشه. این حرفو که میزنی یعنی هر طرف خارجی هم بخواد با ما کار بکنه یه هفته ای آبروش رفته است دیگه. بله آقای دکتر، حواسم هست آقای دکتر، نشنیده بگیریم ولش کنین. یه سوال پزشکی استراتژیکی دارم، خواهش میکنم جوابشو سریع بدین، من تحملشو دارم. میخوام بدونم که حاجی روحانی حالش خوبه؟ خوب که نیست ولی میشه کارش کردی یا دیگه دیر شده آیه؟ آره اوضاعش همینطوری که تو میگی خیلی داغونه اخیرا. به خاطر حرفای این دفعهش میگم که گفت نظام در حال موته و اگر دکتر بگه دیر اومده دیگه میمیره و کارش تمومه. آره اوضاعش که خیلی داغونه، چون انقدر شوت نبود که نفهمه چی داره میگه. الان دیگه هر بسیجی مشنگی هم این حرفا رو بشنوه حالش خراب میشه. حاجی روحانی با این راه حل دادن تو که سابقه اطلاعاتی داری بعید بود، راه حلت بیشتر نظام رو ضایع کرد. آره مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمدن یارو آبریزش بینی داشت، داروخونه چی یه شربت بهش داد که تو عوارضش نوشته بود سردرد و سرگیجه و تهوع و اختلال در خواب و نارسایی کبد و سکته قلبی و مغزی و اینا. آقا پشیمون شد، گفت با همون آسین پاک کنم بهتره. روشن شد یا همچین بزنم تا بری از همون شربت ها بگیری. آیه دکتر من گلایه دارم از همه اون نفراتی تو نظام که صحبت های مقام عظما رو تو ورزشگاه آزادی از این گوش شنیدن، از این گوش دروردن انداختن زیر پا و له و لورده کردن. ایشون گفتن هر کی صحبت از تسلیم کنه خائنه، بقیه بیشتر از قبل صحبت از تسلیم کردن. آره اینطوری معلوم شد که چی باره صحبت های مقام عظما میکنن. همین الان در مورد باز کردن دفتر حقوق بشر اروپایی ها یه عده صاف میگن خوبه. بابا اروپایی ها چشمک زدن ولی اینا منظورشون رو عوضی گرفتن. ریسه رفتن حاجی روحانی رو با ماکرون دیدی که هنوز 2 روز نشده بود چطوری خورد تو پوزش، الان هم اینا همونطوری عوضی گرفتن. حکایت مشنگه است که نشسته بود یه گوشه، یهو مادرش وارد شد گفت حدس بزن برای جشن تولدت چی خریدم عزیز جان. گفت نمیدونم. مادرش شروع کرد به داد زدن لنکروز لنکروز لنکروز. یه کمی که دقت کرد دید مادرش داره بیدارش میکنه، میگه پاشو لند هور لند هور لند هور. روشن شد یه همچی بزنم که دیگه لند هور رو با لنکروز عوضی نگیری. ولی آیه دکتر میگن نیت خیر دارن واسه کمک به نظامه. اونا هم بخوان کمک بکنن ما از پس جور کردن الزاماتش بر نمیایم که بتونن کمک بکنن، خرابتر میشه. حکایت مشنگه است که داشتش رو برد بیمارستان پانسمان کنن، بهش گفتن داروخونه اون طرفه برو یه گاز بگیر و بیا. هیچی دیگه مجبور شدن به جای دادشه داروخونه چی رو پانسمان کنن. دکتر این دیگه کار وزارت خارجه است که مطمئن بشه با قصد کمک وارد بشن. قصد و ولش کن، همین که وارد این بحث بشن کار تمومه، تا تهش باید برن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله میفهمودن که بچه امتحانش رو بد داد، به یه مرده تو پارک پول داد گفت بیا خودتو جای پدرم جا بزن کارنامه رو با هم بگیریم. قصدش این بود که کمک بگیره، اونم قبول کرد که کمک بکنه. با هم رفتن کارنامه رو که گرفتن، مرده زارتی خوابون تو گوش پسره، گفت چه وضع درس خوندنه. کمربندش رو در آورد طوری افتاد به جون پسره که معلما و ناظم و مدیر به زور از زیر دستش نجاتش دادن. از اون به بعد دیگه کارنامه رو میدادن به خودش، میگفتن بابای این اعصاب نداره. آیه دکتر بلبشویی که در مورد FATF هست به نماز جمعه هم کشیده شده. تو نماز جمعه هم یه عده میگن خوبه، یه عده میگن نابودمون میکنه. تو همین مورد یه نامه داریم از کسی که خواسته ناشناس بمونه، با اسم مستعار امضا کرده عین
علم الهدای دیگه. چند تا داریم مگه؟ بازم که لو دادی آیه دکتر، همینه. گفته من یه طرحی دارم بیایم از FATF اون قسمتشو بگیریم که وارد چرخه اقتصاد جهانی میشیم، ولی با ترفندهای ظریف قسمت ضرردارشو رد کنیم و واردش نشیم. تو کل نامش یه کلمه درست داشت، اونم همون بود. اون عقلش نمیرسه، ولی تو چرا برمیداری نامشو میخونی؟ والا قصدی نداشتم، همینطوری دست کردم تو نامه ها، نامه این مشنگ اومد. آدم بدشانس تو قرعه کشی بانک هم که شرکت کنه 6 ماه زندان براش در میاد. خب این حالیش نیست که این راه حل همش با همه، نمیشه تیکه تیکش کرد که. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار باهاتون عرض میکردم، بله میفرمودن که خسیسه رفت هتل، گفت اتاق چنده؟ گفتن 60,000 تومانه، صبونه با ماست، مجانی تموم میشه براتون. اینم گفت خب پس من امشب تو ماشین بخوابم، صبونه رو بگید برام بیارن تو پارکینگ. روشن شد یه چی بذارم تا بری شب تو پارکینگ بخوابی. آیه دکتر در مورد FATF اگه مقام عظما مخالفه چرا نمیاد سریع بگه که اینقدر به هم نپرن؟ اگه موافقه این قایم موشک باز چیه در آورد آقا؟ حیوانکی دیگه زورش نمیرسه. اونایی که میگن خودش صاف بگه چه کار کنیم یا بدخواهشن که میخوان پاشو بکشن تو این دعوا فکش صافتر از اینی که هست بشه، یا مشنگن فکر میکنن حرفاش برو داره. از کجا بیاره این بیچاره؟ این سخنرانی آخریش دیگه رفته تو مایه های اون مشنگه که قرار بود سخنرانی بکنه، حرف نداشت بزنه. گفتش که یه ضرب المثل قدیمی چینی هست که البته خیلی قدیمیه، کسی به اون صورت یادش نیست، حتی خود چینی هم فراموشش کردن، چه برسه به من که بخوام واسهتون بگم، اما میدونم که خیلی آموزنده بوده. آیه دکتر این دیگه خیلی مشنگیه. درسته که مقام عظما تو وضعیت روحی مناسبی نیستن، جسمن هم وضعشون خوب نیست، درسته که بعضی وقتا حرفاشون به هزیون میخوره، ولی دیگه اینقدر هم ضایع نشده که. آخه تو چه میدونی؟ من خبر دارم که تا کجا ضایع شده. خب منم خبر دارم، ولی مگه باید اینا رو رسانه‌ای کنی؟ من کجا رسانه‌ای کردم؟ من 4 تا گزارش وضعیت آخه تو میان مقام